محترم جناب نکاو، محترم روبران هیئت‌ها، حاضرین گرامی، تشریف شما را به جلسه 16 کنفرانس وزیران برنامه همکاری‌های اقتصادی آسیای مرکزی در تاجیکستان خیر مقدم گفته به همه شما فعالیت پرثمر آرزو می‌نمایم. با استفاده از فرصت برابریت همه دولت‌ها، تشکیلات و سازمان‌ها و شخصانی که مساعدت خود را برای تطبیق برنامه مذکور دریغ نباشند اظهار سپاس می‌نمایم. در آسیای مرکزی تجربه بزرگ همکاری‌های سودمند و پرثمر بین کشورهای منطقه اندوخته شده است. کشورهای منطقه ما را نه تنها سرحدات عمومی بلکه عنعنه‌های کهن تجارتی که از دوران راه بزرگ ابریشم سرچشمه می‌گیرند می‌پیوندند. عنعنه‌ها و نظام تجارتی که در طول تاریخ توسط این راه تشکل یافتند در زمان معاصر نیز اهمیت خود را گم نکردند و منطقه را از جهت موقع جغرافی و اقتصادی برای کشورهای سیاره جالب می‌گردانند. برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی محض با در نظر داشتن افضلیت‌های منطقه برای تشکل نظام شریکی بین کشورها و رشد استراتژی اقتصادی آن که امروزها در مرحله تجدید قرار دارد نگرانیده شده است. در دایره حوزه دولت‌های برنامه آسیای مرکزی دارای بازار 70 میلیون نفر استعمال کننده بوده، ساحه‌های اقتصادی کشورها با هم علاقمندی دارند که این عامل زمینه مفیدی همکاری را فراهم آورده است. ولی سودای بین همدیگری کشورهای آسیای مرکزی در مجموع 10% گردش سودای عمومی این کشورها را تشکیل می‌دهد که این خیلی کم است. ما خوب درک می‌کنیم که در شرایط جهانی شوی برای منطقه تأمین نمودن رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تشکل بازارهای عمومی منطقوی اهمیت کلیدی دارد. در این رابطه یک قطار مشکلات از جمله نامطابقتی قانونگذاری‌های ملی و موجودیت مانع‌ها در راه رشد تجارت در سطح بین حکومتی حل کرده می‌شود. ولی مشکلات علاقمند با روند جهانشوی را تنها در سطح همکاری منطقوی و تشکل نظام مکالمه بین دولتی پس سر کردن ممکن است. بنابراین در دوره برنامه تقویت بخشیدن همکاری‌های اقتصادی در زمان معاصر مهم ارزیابی می‌گردد. افضلیت‌ها و سمت‌های کلیدی سیاست دولت تاجیکستان جهت برآمدن به مسیر رشد استوار در استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 درج گردیدند. در این زمینه تأمین استقلالیت انرژتیکی و استفاده ثمربخش نیروی برق از بنبست کمیونیکاسیونی برآمده به کشور ترانزیتی تبدیل یافتن، حفظ امنیت آزقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، اینچنین وسعت دادن شغل پرمسئول به حیث هدف‌های استراتژی ما معین کرده شدند. مسلم است که این هدف‌ها نه تنها منفعت تاجیکستان بلکه منافع تمام منطقه را افاده می‌کنند. باور دارم که همکاری‌های هم آهنگ شده در دایره استراتژی ذکر شده در سمت‌های کلیدی عمل امکانیت‌های کشورهای منطقه را می‌توانند به مراتب توسعه بخشند. به این وسیله ما می‌توانیم رشد استوار هر یک کشور را تأمین نموده سطح نیکوحوالی مردم منطقه را
баланд бардорем. барномаи ҳамкориҳои минтақавии иқтисодии осиёи марказӣ ба мутобиқ кардани қонунгузории миллӣ фаъол гардонидани амалиёт ноил шудан ба натиҷаҳои умедбахш ва шаффофият нигаронида шудааст. аз ин лиҳоз мо чунин мешуморем ки ин барнома ҳамчун як василаи рушди шарикӣ намунаи самарабахши робитаи байни кишварҳо ва ташкилоту созмонҳо мебошад. бо мақсади таъмин намудани самаранокии фаъолият зарур аст ки дар доираи ин ҳамкориҳо бо дар назардошти манфиатҳои умум қарорҳои созанда қабул карда шавад. дар ин раванд беҳтар намудани тиҷорати минтақавӣ ва бартараф намудани монеъҳои маъмурӣ ба ҳар як кишвар имкон медиҳад ки иқтидорҳои худро пурра истифода барад. чунин имконияту иқтидорҳо хеле зиёданд ва бо истифода аз онҳо кишварҳои минтақа метавонанд дар шарикӣ бо сохторҳои ҳамкориҳои бисёрҷониба ҳавзаи давлатҳои барномаро ба як минтақаи рушдёфта табдил диҳанд. итминони комил дорам ки санадҳои таҳия гардида минбаъд ба кишварҳои минтақа ҷиҳати коҳиш додани хароҷоти муомила, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва васеъ гардидани имкониятҳои соҳибкорӣ кӯмак менамояд. густариши ҳамкориҳои тиҷоратии минтақавӣ ба назари мо барои ҳалли мушкилоти камбизоатӣ ва беҳбуд бахшидан ба сатҳи зисти аҳолӣ заминаи мустаҳками моддӣ шуда метавонад. рушди ҳамкорӣ миёни кишварҳои минтақа бевосита бо истиқрори сулҳу субот дар афғонистон алоқаманд мебошад. тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори ҳалли ин масъала ва ташаббускори амалишавии лоиҳаҳои инфрасохтории афғонистон мебошад. зеро танҳо бо роҳи инкишофи инфрасохтори истеҳсоливу иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии ин кишвар сулҳу оромӣ таъмин мегардад. ҳозирини гиромӣ, барои таъмини рушди устувори минтақа ҳалли масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обу энергетика ки ҷузъи аз ҳам ҷудо нашаванда мебошанд муҳим мебошад. дар ин ҷода моро зарур аст ки раванди тағйирёбии иқлим ва то рафъ осиб пазир гардидани кишварҳоямонро аз паёмадҳои офатҳои табиӣ вобаста ба об дар мадди назар дошта бошем. ҳамзамон бо ин истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикии мо ва манбаъҳои таҷдидшавандаи он метавонад омили пуриқтидори рушди иқтисоди сабз ва аз лиҳози экологӣ тоза, пешрафти саноат, гарави таъмини амнияти энергетикӣ ва тараққиёти устувори иқтисодии ҳамаи кишварҳои осиёи марказӣ гардад. дар баробари ин масъалаи тақвият бахшидан ба иқтидори транзитии минтақа ва ташаккули низоми мукаммали нақлиётии он низ саъю талошҳои муштаракро тақозо менамояд. аксари кишварҳои минтақа аз ҷумла тоҷикистон бинобар мавқеи ҷуғрофияи худ ба ҳавзаи кишварҳои маҳсур бо хушкӣ шомил мебошанд ва шароити инфрасохтории нақлиёти заминии онҳо гуногун аст. зимнан як қатор кишварҳои аъзои барномаи ҳамкориҳои минтақавии иқтисодии осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон дар бобати дастрасӣ ба бозорҳои калони ҷаҳонӣ тавассути роҳҳои баҳрӣ ба мушкилиҳо дучор мегардад. бинобар ин ҳалли масъалаи аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо намудани тоҷикистон на танҳо барои мо балки барои минтақа ҷиҳати осон намудани транзити молҳо тавассути ҳудуди кишвар муҳим арзёбӣ мегардад. ҳарчанд ки дар тоҷикистон дар доираи барномаи ҳамкориҳои минтақавии иқтисодии осиёи марказӣ беш аз 15 лоиҳаи коммуникатсионӣ амалӣ шуда истодааст,
ولی تشکیل دالان‌های نقلاتی در منطقه باز هم تقویت می‌طلبد. تشکیل نظامی با هم پیوست کمیونیکاسیونی با پیوستن آسیای مرکزی با دیگر کشورهای آسیا و اینچنین اروپا مساعدت نموده با افزایش یافتن گردش سودای بین همدیگری تکانی جدی می‌باشد. با در نظر داشت این عامل باید با لایحه‌های بنیاد راه‌های اتومبیلگرد و آهن در این کشورها و تشکل دالان‌های نقلیاتی منطقوی برآمد به بندرهای بحری دقتی اولین درجه داده شود. ادامه همکاری بین شریکان در این سمت و بنیاد گذرگاه‌های با اعتماد نقلیاتی و مرکزهای لوجستیکی و رشد منبع اقتصادی و اجتماعی کشورهای منطقه مساعدت خواهد کرد. در این زمینه باور دارم که استراتژی نوی درازمدتی رشد از جمله در مسائل تشکل گذرگاه‌های اقتصادی از طرف کشورهای شرکت کننده برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی جانبداری خواهد یافت. گسترش همکاری در دایره برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی از روی افضلیت‌های نو، رشد اقتدار انسانی، کشاورزی و سیاحی نیست که در استراتژی تا سال 2030 معین کرده شدند موافق مقصد می‌باشد. خانم‌ها و جنابان، عملی‌گردانی نقشه‌های استراتژی برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی وقت و سرمایه زیاد را طلب می‌نماید. از این لحاظ ضرور است که سطح هم آهنگسازی مسئله و مکانیزم مبلغ‌زاری لایحه‌های مشترک صفتاً تغییر داده شود. برای نائل شدن به این هدف می‌خواهم یکچند نکته را بیان نمایم. یکم، ما از برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی جهت رشد کمیونیکاسیون اینچنین مسائل مربوط به اداره سرحدات و وظیفه‌های تأمین امنیت اقتصادی عموم، اقدامات عملی، اجرای سریع و مکانیزم‌های نو را انتظاریم. تشکل نظام پوره و با هم پیوند دالان‌های نقلیاتی در این جاده برای کشورهای منطقه علل خصوص تاجیکستان اهمیت استراتژیکی دارد. دوم، حل مشکلات کشورهای شرکت کننده برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در بسیار موردها از سطح کسبیت متخصصان شاخه‌های مربوطه وابسته می‌باشد. بنابراین ضرور است که همکاری‌ها در جاده آماده سازی متخصصان دارای ملکه بلند کسبی و عموماً رشد سرمایه انسانی تقویت بخشیده شود. سوم، جهت نائل شدن به هدف‌های درازمدت همکاری‌های منطقوی ما باید استراتژی یگانه را در اساس منفعت‌های عمومی برابری گرفته برای همگرایی نه تنها در سمت اقتصادیات بلکه در دیگر ساحه‌های حیاتاً مهم یک پایگاه مستحکم تأسیس دهیم. در فرجام سخن خود می‌خواهم آمادگی همیشگی جانبی تاجیکستان را برای تحکیم همکاری‌های سودمند با همه کشورها و شریکان رشد شرکت کننده برنامه تاکید نمایم. امیدوارم که همگرایی و همکاری وسیع ما با تامین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی و در این زمینه با پیشرفت منبع کشورهایمان همه جانبه مساعدت خواهد کرد. با همه شرکت کنندگان کنفرانس برای کار می‌خواهم. سلامت و پیروز باشید. سلام علیکم. جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، مهمانان عالی قدر خانمان و جنابان، برای من اشتراک در 16مین کنفرانسی برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی مایه افتخار است. می‌خواستم به حکومت جمهوری تاجیکستان برای میزبانی چنین یک کنفرانسی مهم منتداری خود را اظهار نمایم. من به مردم جمهوری تاجیکستان برای مهمان نوازی
صمیمی اظهار سپاس می نمایم. رحمت. من از دیدن چنین سطح بلند اشتراکچیان در کنفرانس مذکور خوشحال گردیدم. من اشتراک جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در مراسم افتتاح کنفرانس مذکور استقبال میکنم. آغاز بخشیدن کنفرانس از جانب جناب پرزیدنت جانبداری قوی جمهوری تاجیکستان را بر جهت برنامه همکاری های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی انعکاس می نماید و از جانب دیگر مناسبت های قوی تاجیکستان را با برنامه مذکور تصدیق می نماید. من اینچنین وزیران و اعضای هیئت ها را از کشورهای اشتراکچی برنامه همکاری های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی و شریکان رشد خیر مقدم می گویم. چند قبل من با یکچند وزیران کشورهای اشتراکچی برنامه همکاری های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در شهر ارومچی که در آنجا ما گزارش پژوهشگاه برنامه همکاری های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی را با تشکیلات علمی و تحقیقاتی بین حکومت جشن گرفتیم واخوردم. این سفر اولین من به جمهوری تاجیکستان و به شهر زیبای دوشنبه می باشد. من می دانم که نام دوشنبه از کلمه فارسی روز دوشنبه گرفته شده. معنای آن را دارد که در تاریخ یک بازار مشهوری بود که روزهای دوشنبه برگزار می گردید. من خوشحال از آن هستم که امروز با مردم شهر دوشنبه هستم و از فرهنگ و تمدن بای آن بهره مند شده ایستاده‌ام. روز گذشته من به موزه ملی جمهوری تاجیکستان سفر کردم. در آنجا 2 ساعت وقت گذراندیم و بسیارتر درباره تاریخ بای منطقه و اینچنین تمدن بای این منطقه و کشور آموختم. شریکی بانک آسیایی رشد با تاجیکستان در جاده رشد سال 1998 آغاز گردید. سال آینده ما 20مین سالگرد همکاری های بین بانک آسیایی رشد و تاجیکستان را جشن خواهیم گرفت. ما تا امروز با مقصد دستگیری رشد جمهوری تاجیکستان همچون قرض‌های امتیازناک، گرانت و کمک تکنیکی زیاده از 1.5 میلیارد دلار آمریکایی پیشنهاد کردیم. کمک مذکور برای عملی سازی لایحه و برنامه‌ها در ساحه‌های کشاورزی، انرژتیکا، اداره کنی دولتی و نقلیات و ساحه‌های دیگر پیشنهاد شده ایستاده است. سال گذشته بانک آسیایی رشد پیشنهاد 50 میلیون دلار آمریکایی را برای دستگیری بودجه جمهوری تاجیکستان با مقصد کمک جهت بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری تصدیق نمود. ما دستگیری خود را به جمهوری تاجیکستان در سالهای آینده در ساحه‌های بهتر نمودن انفراساختار شهری، رشد نیروی انسانی و بهبود خدمت‌رسانی‌های ساحه تندرستی دوام خواهیم داد. این البته علاوه به آن ساحه‌های عنعنویی که ما امروز تاجیکستان را دستگیری کرده ایستاده‌ایم و همه برنامه های ما با استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 موافقه شده اند. با کشورهای برنامه همکاری های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی بحران اقتصادی و مالیوی سالهای 2007-2008 و بدتر کاهش یافتن نرخ نفت در اول سالهای 2014 تاثیر منفی رسانید. با وجود این امروز نشان دهنده های اقتصادی کشورهای برنامه رو به رشد نهاد. کشورهای آسیای مرکزی از نرخ باثبات نفت، بهتر شدن دورنمای رشد و در کشورهای همسایه و اینچنین بالاشوی سطح مبلغ‌های انتقالی بهره برده ایستاده‌اند. پیشگویی‌های ما نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در آسیای مرکزی به استثنای چین نسبت به 3.1% در سال 2016 در سال 2017 4% و سال 2018 4.5% را تشکیل خواهد داد. با وجود این بالاروی نشان دهنده های رشد در منطقه برنامه مذکور حالا هم پست می باشد و باید در آینده با مقصد تأسیس جایهای نو کاری و فراهم آوردن امکانات های نو اقتصادی باز هم بلندتر برداشته شود. ما باور بر آن داریم که همکاری منطقوی برای تامین آینده اقتصادیات منطقه آسیا نهایت مهم است. اعضای اساسگذار ما باید این را از آغاز درک می نمودند. جمله اولین آیین
توصیه‌نامه بانک آسیایی رشد به اهمیت همکاری زیچ اقتصادی اشاره می‌کند. عقیده تأسیس برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در اساس درک آن که کشورهای صاحب استقلال آسیای مرکزی پرابلم و مشکلات یگانه داشتند به میان آمد. مشکلات مذکور مسائل بنیاد دولتداری، گذریش بی‌مانع به اقتصاد بازارگانی، برقرار نمودن پیوند کشورهای آسیای مرکزی که در نتیجه پاشخوری اتحاد شوروی از بین رفته بود و ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در انفراستراکچور و رشد اجتماعی و انسانی را در بر می‌گیرد. بانک آسیایی رشد در منطقه سال 1996 با مقصد گسترش همکاری منطقوی اقتصادی در آسیای مرکزی کمک تکنیکی پیشنهاد نمود. چین، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان کشورهای اولین بودند که برنامه همکاری‌های منطقوی مذکور را سال 1997 تأسیس دادند. شماره اعضای برنامه مذکور تا رفت زیاد می‌شد. از جمله جمهوری تاجیکستان سال 1998، آذربایجان و مغولستان سال 2003، افغانستان سال 2005، پاکستان و ترکمنستان سال 2010 و گرجستان سال 2016 شامل برنامه گردیدند. امروز برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی از 11 کشور عضو عبارت است. برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی در دایره کشورهای عضو خود در جاده مساعدت به همکاری اقتصادی و دستاوردهای نظررس نایل گردید. برنامه مذکور در کشورهای عضو خود 182 لایحه‌های به برنامه خاص را به مبلغ عمومی زیاده از 30 میلیارد دلار آمریکایی مبلغ گذاری نمود که آنها در ساحه‌های استراتژی به مانند نقلیات، انرژتیک، مساعدت به سودا و بهبود سیاست در ساحه سودا عملی گردیدند. از این 5 میلیارد از جانب بانک آسیایی رشد و باقی مانده از جانب دیگر شریکان رشد و کشورهای عضو پیشنهاد گردید. همچون کاتبات برنامه همکاری منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی، بانک آسیایی رشد در پیشبرد هماهنگسازی نزدیک با کشورهای عضو نقش پیشبر بازیده، تشکیل چاره‌بینی‌های اینستیتوسیونالی سطح بلند برنامه را دستگیری می‌کند. برنامه کنفرانسی امروزی ما برای آینده دراز مدت برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی اهمیت خاص دارد. چاره‌بینی تاریخی کنفرانسی مذکور از این بررسی و تصدیق استراتژی نوی برنامه مذکور تا سال 2030 از جانب وزیران می باشد. بغیر از نمایندگان والامقام حکومتی، اینچنین مرکزهای تحقیقاتی، دایره‌های عالمان، ساختار خصوصی، اساسیه‌های صاحبکاران و شریکان رشد در معین نمودن روندهای استراتژی نوی برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی فعالانه شرکت ورزیدند. در استراتژی نوی دراز مدت وسیع نمودن وکالت برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی از جمله دستگیری ثبات منطقوی اقتصادی و مالیوی و تشبث‌های منطقوی در ساحه‌های توریسم، کشاورزی و ذخیره‌های آب، تندرستی و معارف پیش بینی می شود. همزمان چخیلی که جناب پرزیدنت ذکر نمودند، برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی به ساحه‌های در عین حال افضلیتناک نقلیات، انرژتیک، سودا و رشد دالان‌های اقتصادی اهمیت خاصه داده، امکانات‌های خود را باید در این جاده استفاده برد. چخیلی که ما گفتیم، اینچنین ما باید که برنامه‌های خود را در جاده‌های افضلیتناکی که امروز برای کشورهای منطقه خاص است پیش بریم. برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی با دیگر لایحه‌های منطقوی از جمله تشبث یک کمربند و یک راه از نزدیک همکاری خواهد نمود. ما برای تقویت نقش شریکان رشد بین‌المللی در قوی گردانی پلتفرم برنامه مذکور کوشش‌های خود را به خرج خواهیم داد. ما هوسمند از آن هستیم که بانک آسیایی رشد انفراستراکچور در جلسه وزیران بار اولین
اشتراک کرده ایستاده است. استراتژی نو تا سال 2030 با استراتژی‌های ملی رشد از نزدیک موافقه کرده شده، اینچنین هدف‌های رشد استوار و سازشنامه تغییریابی اقلیم را دستگیری می‌کند. در استراتژی نو به بعض زمینه‌های اینستیتوسیونالی بهبودی بخشیده شد. من امیدوار هستم که پژوهشگاه برنامه همکاری‌های منطقوی اقتصادی آسیای مرکزی که ماه سپتامبر سال جاری همچون تشکیلات بین حکومتی گشوده شد، استراتژی برنامه را تا سال 2030 توسط رشد نیرو، تحقیقات و پیشنهاد دانش و ملکه‌های نو دستگیری خواهد نمود. نهایت استراتژی برنامه مذکور تا سال 2030 برای مساعدت به همکاری بین صاحبکاران، پیوند مردم با مقصد فراهم آوردن محیط نو برای صاحبکاری و ایجاد جایهای نو کاری و اینچنین غنی‌گردانی مناسبت‌های فرهنگی در بین کشورهای عضو برنامه کوشش‌های خود را به خرج خواهد داد. بانک آسیایی رشد برای دستگیری نمودن عملی سازی استراتژی نو برنامه تا سال 2030 5 میلیارد دلار آمریکایی جدا خواهد نمود که آن برای 5 سال آینده استفاده می شود. این تنها چاریکی آن مبلغ گذاری های عمومی بانک آسیایی رشد می باشد که برای لایحه ها در کشورهای برنامه مذکور بغیر از خطای استفاده می شود. ما علاقه به نزدیکی مبلغ 800 میلیون را در دایره برنامه مبلغ گذاری بسیار ترانشی برای برنامه مذکور جهت رشد دالان‌های راه‌ها در پاکستان جدا نمودیم. سال آینده ما مرحله اولین لایحه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان را عاید به خط انتقال که به مبلغ 150 میلیون عملی می‌گردد آغاز خواهیم نمود. ما اینچنین علاقه محاکمه‌ها را برای عملی سازی لایحه‌های منطقوی در های تجارت کشاورزی، توریسم و اینچنین راه‌های آهن در دایره برنامه نویست کریک تا سال 2030 آغاز نمودیم. ما البته کوشش میکنیم که تمام کشورهای عضو برنامه و شریکان رشد برای مبلغ گذاری و اینچنین عملی سازی با موافقت استراتژی نو برنامه کوشش‌های خود را به خرج دهند. البته رزولوسیون یا که آن قطعنامه دوشنبه که امروز امضا می‌گردد آن باید که در بهتر نمودن فعالیت برنامه و اینچنین بهتر نمودن همکاری و شریکی بین کشورهای برنامه مذکور کمک خود را رساند. من امیدوار هستم که همسایگی نیک و شریکی خوب میتواند که به ما برای به دست آوردن مقصدهای بزرگ کمک رساند. تشکر زیاد برای دستگیریتان. سلامت باشید.